سلام، من مهشادم. 7 ماهه که با همسرم به آمریکا مهاجرت کردیم. مهاجرت، ترک خونه و زندگی آشنا و چیزی که توی 25 سال ساختی. میری به ته دنیا، میشی یه آدم جدید، با صدای جدید، با توانایی‌های غیر قابل باور. خواب کم، کار زیاد، وعده‌های غذایی نصف نیمه، باشگاهی که اگه هر روز میرفتی الان باید قید یه چیزی تو بزنی که هفته 2 بار خودتو به تردمیل معرفی کنی، یا از خوابت یا از کارت. شوکای فرهنگی که از هر کدومش میتونی 1 ساعت داستان تعریف کنی، ولی برای کی؟ مامان بابا که انقدر دورن و تو انقدر مشغول که حتی اگه فرصتی برای حرف زدن باشه فقط دلت میخواد بهشون بگی که حالت خیلی خوبه و بذاری اونا حرف بزنن که صداشون رو یکم بیشتر بشنوی. حالا این نسخه رو میشه برای همه پیچید؟ نمیدونم. سخته، خیلی سخته. سخت‌ترین کاری که تو زندگیم کردم. ناراحتم از این که اومدم. معلومه که نه. 2 سال برای زحمت کشیدم. الان این نهال کوچیک من تازه 7 ماهشه. قشنگی زیادی داره. درسته که من الان تو مود بعدشم، ولی جوونه میزنه.